چگونه می توانید خودتان در خانه زبان انگلیسی را یاد بگیرید؟ هنگامی که به چالش یادگیری انگلیسی از خانه خود می‌پردازید، مهم است استراتژی‌های مؤثری را به کار ببرید که تجربه یادگیری شما را بهینه کنند. در این راهنمای جامع به جزئیات 10 نکته تفصیلی می‌پردازیم که شما را قادر می‌سازند تا درک و تسلط خود را در زبان انگلیسی به دست آورید. 1. تعیین اهداف روشن. تعیین اهداف روشن و قابل دستیابی اصلی‌ترین پایه‌ای برای یادگیری موفق زبان است. قبل از شروع به سفر یادگیری انگلیسی، وقت بگذارید و اهداف خود را تعیین کنید. آیا قصد دارید مهارت‌های گفتاری خود را بهبود ببخشید، برای یک آزمون مهارت زبان انگلیسی آماده شوید یا توانایی‌های نوشتاری خود را ارتقا دهید؟ با تعیین اهداف، به خود را با یک نقشه راه مجهز می‌کنید که مسیر یادگیری شما را هدایت می‌کند و شما را تشویق می‌کند تا تمرکز و تعهد خود را حفظ کنید. 2. ایجاد برنامه مطالعه ساختارمند. پیوستگی کلیدی در یادگیری زبان است. ایجاد برنامه مطالعه ساختارمند به شما کمک می‌کند تا یادگیری انگلیسی را به طور مؤثر در روال روزانه خود ترکیب کنید. زمانهای خاصی را برای تمرین زبان تعیین کنید و تنظیم کنید که مطالعه‌های منظمی داشته باشید. از این طریق زمانهای خاصی را برای تمرین زبان در طول روز یا هفته مخصوص کنید و مطمئن شوید که در این زمانها به طور منظم و مداوم تمرین می‌کنید. 3. استفاده از منابع یادگیری متنوع. در عصر دیجیتال امروز، فراوانی منابع برای یادگیری زبان به طور آسان در دسترس است. از کتاب‌های درسی و دوره‌های آنلاین گرفته تا برنامه‌های یادگیری زبان و پلتفرم‌های تبادل زبان، گزینه‌ها به نظر بسیار زیاد هستند. با استفاده از منابع متنوع ببینید کدام یک با سبک یادگیری و ترجیحات شما همخوانی دارند. ادغام مواد متنوع به برنامه مطالعاتی شما جذابیت را افزایش می‌دهد و تجربه یادگیری شما را گسترده و کامل می‌کند. 4. اولویت بندی تمرین صحبت کردن. ارتباط مؤثر در قلب یادگیری زبان قرار دارد. هرچند که یادگیری انگلیسی از طریق خودتان ممکن است عنصر تعاملی کلاس‌های سنتی را نداشته باشد، اما روش‌های بسیاری برای بهبود مهارت‌های گفتاری خود به صورت مستقل وجود دارد. در تمرین‌های گفتاری مشارکت کنید، مانند صحبت کردن به صورت بلند، نقش‌آفرینی در صحنه‌ها یا ضبط صداهای خود برای تمرین تلفظ و روانی. به علاوه از پلتفرم‌های تبادل زبان آنلاین بهره ببرید تا با میزبانان ارتباط برقرار کرده و در گفتگوهای واقعی شرکت کنید. از این طریق مکالمات زبانی واقعی را شبیه‌سازی می‌کنید. 5. شنیدن فعال. شنیدن فعال برای توسعه مهارت‌های شنیداری بسیار مهم است. با فرو رفتن در محتواهای انگلیسی مانند پادکست‌ها، کتاب‌های صوتی، فیلم‌ها و موسیقی، مهارت‌های شنیداری خود را پرورش دهید. به طور فعال به لهجه‌های مختلف، تنظیمات و الگوهای گفتاری انگلیسی توجه کنید تا با جزئیات زبان انگلیسی آشنا شوید. یادداشت برداری کنید، قسمت‌ها را متوقف و دوباره پخش کنید و به تفسیر واژگان غیر آشنا توجه کنید تا مهارت‌های شنیداری خود را بهبود بخشید. 6. پذیرش خواندن به عنوان یک ابزار یادگیری. خواندن یک ابزار قدرتمند برای گسترش واژگان، بهبود فهم و بهبود دهی مهارت‌های دستور زبانی است. به برنامه‌های مختلفی از جمله کتاب، مقالات، روزنامه‌ها و وبلاگ‌های آنلاین وارد شوید. با مطالعه متونی که با سطح تسلط فعلی شما همخوانی دارند شروع کنید و به تدریج خود را با مطالب پیچیده‌تر چالش بریزید. توجه کنید که به ساختار جملات، عبارات متداول و مفاهیم متناسب با محتوا توجه کنید تا فهم خود را از انگلیسی نوشتاری عمیق‌تر کنید. 7. گسترش واژگان به صورت استراتژیک. یک واژگان قوی پایه‌ای برای ارتباط مؤثر در هر زبانی است. استراتژی‌های سامانمندی را برای گسترش واژگان انگلیسی خود به کار ببرید، مانند استفاده از کارت‌های حافظه، دستگاه‌های حافظه‌ای یا برنامه‌های واژگان. لیست‌های شخصی واژگان را بر اساس موضوعات ایجاد کنید و به طور منظم آنها را مرور کنید تا به خاطر سپردن آنها تقویت شود.
به علاوه، واژگان جدید را با جملات یا گفتگوها هماهنگ کنید تا درک و استفاده از کلمات غیر آشنا تقویت شود. 8. تمرین نوشتن با تسلط. مهارت‌های ارتباطی نوشتاری در یادگیری زبان غیرقابل اغماز هستند که به شما امکان می‌دهد تا افکار خود را بیان کرده، ایده‌ها را به طور منسجم بیان کرده و اطلاعات را به طور مؤثر منتقل کنید. زمانی برای تمرین نوشتاری اختصاص دهید که در فعالیت‌هایی مانند نوشتن مجلات، نوشتن مقالات یا داستان‌های خلاق شرکت کنید. از همکاری همسنین، مربیان زبان یا انجمن‌های آنلاین برای دریافت بازخورد استفاده کنید تا نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنید و مهارت‌های نوشتاری خود را بهبود بخشید. نوشتن را به عنوان یک وسیله برای خود بیان و خودارضیابی در نظر بگیرید. این به شما امکان می‌دهد تا پیشرفت خود را ردیابی کرده و توسعه زبانی خود را در طول زمان نظارت کنید. 9. جستجوی بازخورد و اصلاحات سازنده. بازخورد سازنده نقش حیاتی در فرایند یادگیری زبان دارد، ارائه اطلاعات مفیدی در زمینه‌های قوت و ضعف فراهم می‌کند. از خجالت نکشید تا بازخورد از بومیزبانان، مربیان زبان یا انجمن‌های آنلاین درخواست کنید. اصلاحات را به عنوان فرصت‌هایی برای رشد بپذیرید، باور داشته باشید که اشتباهات بخشی از سفر یادگیری هستند. با فعالانه درخواست بازخورد در زمینه تلفظ، استفاده از دستور زبانی و روانی زبان و بازخورد سازنده را در برنامه تمرینی خود ترکیب کنید تا مهارت‌های زبانی خود را به طور مؤثر بهبود بخشید. 10. تحریک و پردازش مداوم. حفظ تحریک و پردازش مداوم ضروری است هنگامی که با چالش‌های مربوط به یادگیری انگلیسی مواجه هستید. از پیشرفت‌های خود، مهم چه کوچک باشند، متشکر شوید و به پیشرفتی که در طول مسیر کسب کرده‌اید ارزیابی کنید. اهداف قابل انجام را تعیین کرده و خود را برای رسیدن به آنها پاداش دهید. برای مثال، تکمیل یک دوره زبان، تسلط بر یک مفهوم دشوار دستوری یا برقراری موفقیت آمیز یک مکالمه به زبان انگلیسی. دیدگاهی را توسعه دهید که چالش‌ها را قبول کرده و برگردانده‌ها را به عنوان فرصت‌هایی برای یادگیری و بهبود ببیند. به اهداف یادگیری زبان خود پایبند باشید و به خاطر داشته باشید که با اراده، صبر، مقاومت، تسلط به زبان انگلیسی قابل دستیابی است. به طور خلاصه، یادگیری زبان انگلیسی نیازمند ترکیبی از اراده، انضباط و راهبردهای یادگیری مؤثر است. با تعیین اهداف روشن، ایجاد برنامه مطالعه ساختارمند و بهره‌گیری از منابع یادگیری متنوع، می توانید تجربه یادگیری زبان خود را بهینه کنید و به تسلط در زبان انگلیسی برسید. تمرین‌های صحبت کردن را به اولویت بندی کنید، در شنیدن فعال شرکت کنید و خواندن و نوشتن را به عنوان اجزای ضروری از یادگیری زبان در نظر بگیرید. جستجوی بازخورد سازنده، تحریک و پردازش را حفظ کرد و در تلاش‌های خود پایدار باشید، با این اطمینان که با تعهد و پایداری به تسلط در زبان انگلیسی دست خواهید یافت.